چرا بعد از رسیدن به هدف احساس خوشحالی و رضایت نمی کنیم؟ شاید برای شما هم پیش اومده که برای رسیدن به یک هدف خاصی برنامه ریزی کردین، ماها و سالها تلاش کردین، از خوابتون زدین، از لذت‌های کوچیک گذشتین و بالاخره به اون نقطه طلایی رسیدین، اما انگار چیزی درون شما خالیه. این همون سوالی هستش که ذهن خیلی از افراد رو درگیر خودش کرده. افرادی که کنکور قبول میشن، وارد دانشگاه میشن، ولی بعدش دل سردن، ولی بعدش حس خوبی ندارن. افرادی که با کلی پیگیری، با کلی رزومه جمع کردن، اینور اونور مهاجرت میکنن توی کشور خاصی که مد نظرشون بوده، ولی بعد از یه مدتی انگار نه، انگار حس خوبی ندارن، انگار که تهی هستن از درون. همچنین افرادی که وارد یک عرصه خاص شغلی میشن، حالا آزمون استخدامی داده باشن، قبول شده باشن توی اون آزمونه، یا اینکه یک بیزینسی رو خودشون راه اندازی کرده باشن و بعدش انگار حس نارضایتی میاد سراغشون. روانشناسی پاسخهای عمیقی داره برای این سوال. پس با من همراه باشید تا انتهای ویدئو تا پاسخها رو با هم دیگه بررسی کنیم. مورد اول، پاسخ اول، وقتی که هدف از درون تو نیامده، یعنی چیزی نیست که خودت کنکاش کردی و ارزیابی کردی، گزینه‌های مختلف رو بررسی کردی و بهش رسیدی، از عمق علاقه قلبی تو نیستش. یعنی چی؟ بیایید با یک مثال این قضیه رو براتون روشن کنم. تصور کنید یک فردی هست، یک دختر بچه‌ای هست به نام سارا. سارا توی یک خانواده بزرگ شده که پدرش یک وکیل زبده است، مادرش یک پزشک متخصصه. از بچگی تو گوش سارا میخونن که باید درس بخونی، پزشک بشی، یک جراح موفق بشی و ما بهت افتخار بکنیم. در واقع پیش از اینکه سارا فرصت بررسی گزینه‌های مختلف رو داشته باشه، پیش از اینکه به دوران نوجوانیش برسه، یک خط مشی، یک چشماندازی رو پدر مادرش براش ترسیم میکنن. سارا هم مرتب درس میخونه، نمرات خوب میاره. وقتی که به سن کنکور میرسه، کلاس‌های کنکور رو شرکت میکنه و با یک برنامه ریزی قوی رتبه مورد نظرش رو میاره و وارد دانشگاه پزشکی میشه. همینطور که تا اینجا میاد هی تشویقش میکنن، آفرین، باریکلا، خانم دکتر، پزشک شدی، دانشجوی پزشکی. و سارا همینجوری با موفقیتی که در واقع از نگاه دیگران هستش، این پله ها و این مراحل رو طی میکنه. سارا پزشکیش رو تموم میکنه، دوران طرحش میرسه، یه روز که تو بیمارستان هستش، شیفته، یه روز سخت کاری رو داره تجربه میکنه، از اون راهروی بیمارستان عبور میکنه و یک فکری تو ذهنش میاد، یک صدایی زمزمه میشه: سارا، این قصه تو بود یا قصه بقیه؟ یک تلنگر انگار. کاربر شایر اومدن این موضوع رو بررسی کردن و در نظریه خودشون تحت عنوان همراستایی هدف با هویت میگن که اگه هدفی که دنبالشی برآمده از خود واقعی تو نباشه، حتی اگه بهش برسی احساس رضایت نمی کنی. سوال مهمی که اینجا مطرح میشه: آیا اون هدفی که دنبالشی، اون موفقیتی که برای خودت در نظر گرفتی، داستان دیگرانه، تصویر موفقیت دیگرانه، یا نه خودت واقعا اینو میخوای؟ حالا بیایم از یک زاویه دیگه ای به معما نگاه بکنیم. فرض میکنیم که اصلا فردی هدف رو همخوانه با خود درونیش، با هویت واقعی خودش انتخاب میکنه. باز به چه علتی ممکنه اون نارضایتی به سراغش بیاد؟ وقتی که موفقیت در سایه پیروزی دیگران محو میشه. تصور کنید که یک شخصی هست به نام جمشید. جمشید عاشق کوهنوردیه و دوست داره که همیشه قله های مرتفع‌تری رو هم فتح بکنه و یه روز تصمیم میگیره که فتح دماوند رو توی برنامه خودش قرار بده. کلی تمرین میکنه،
کلی حالا اون شرایطی که نیاز هستش رو مهیا میکنه و میره به سراغ فتح دماوند. نزدیکای صبح که میرسه تو یک سوز سرمای خاص زمستونی میبینه که نزدیکه و قدم‌های آخرش رو داره طی میکنه. دستاش میلرزه، قلبش تون تون میتبه. هوا دیگه داره روشن میشه. احساس غرور بهش دست میده. افتخار میکنه به خودش. اونجا گوشیشو در میاره از تو جیبش، یه عکسی میگیره و به خودش میگه دمت گرم، خیلی خوب اومدی. حس خوبی بهش دست میده. حالا بعد تصور کنید همین جمشید یهو مثلا سوشال مدیاشو باز میکنه تو گوشیش، متوجه میشه که همکلاسی دوران دبیرستانش موفق شده که اورست رو فتح بکنه. یه لحظه انگار ته دلش خالی میشه. چی شد؟ انگار تو ذهنش این میاد، نه بابا، دماوند که چیز خاصی هم نیست در مقابل اون اورست. چیزهای بالاتری هم هست. انگار که اون غرور فرو میریزه. لئون پستیگر در نظریه مقایسه اجتماعی میگه که انسان‌ها به طور طبیعی دست به مقایسه میزنن برای اینکه جایگاه خودشون رو مشخص بکنند. دو نوع مقایسه رو مطرح میکنه: upward comparison یا مقایسه عمودی و همچنین مقایسه نزولی یا downward comparison. چنانچه افراد بیشتر دست به مقایسه‌های عمودی بزنند، یعنی مقایسه با افرادی که موفقیت‌های بیشتری از اونها داره، یعنی در لول بالاتری قرار داره، اون موقع احساس نارضایتیشون بیشتر خواهد بود. مثل همین مثالی که زدیم، یعنی فرد اونجایی که میگه که آره من دماوند رو فتح کردم، خیلی خوشحالم، ولی دوست من اورست رو فتح کرده و در یک نقطه بالاتری هستش، دست به یک مقایسه عمودی میزنه. اینجاش خوبه که انگیزه میگیره که بیشتر پیشرفت بکنه، انگیزه میگیره که قله مرتفع‌تری رو فتح بکنه، اما این یک وجهه تاریکی هم داره. اونم این هستش که از اون دستاورد خودش، از اون چیزی که براش کلی تلاش کرده، خیلی احساس خوشحالی و رضایت نمیکنه. پس نکته مهم اینجاست: آیا ما داریم بیرحمانه خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم یا نه؟ آیا بهتر نیست که ما خودمون رو با نقطه قبلیمون، با دیروزهای خودمون مقایسه کنیم؟ حالا بیاییم از زاویه دیگه‌ای به معمای اولیه‌مون نگاه بکنیم. فرض کنیم اصلا فردی هدفش رو به طوری انتخاب کرده که با خود واقعیش همخوانه، برآمده از هویت واقعی خودش هستش، همچنین دست به مقایسه‌های خیلی زیادی هم نزده، مقایسه‌های عمودی به خصوص. اما باز هم بعد از مدتی می‌بینه که خیلی احساس خوشحالی آنچنانی نمی‌کنه. سومین دلیل رو میتونیم اینطور مطرح بکنیم: مغز ما به شرایط جدید عادت میکنه. توی همون مثال کوهنورد رو به خاطر بیاریم. بعد از مدتی، یعنی هر چقدر که زمان بیشتری میگذره، اون کوهنورده همچنان هم اون منظره، اون صعوده براش جالبه، ولی دیگه اون خارق العادگی و اون شگفت انگیزی اولیه رو نداره وقتی که تازه بهش رسیده. هر چقدر که میگذره عادی تر میشه، به قولی دیگه واو نیست. بریکمن و کمپبل در نظریه تطبیق لذت گرایانه یا هدونیک ادپتیشن توضیح میدن که مغز ما به شرایط جدید عادت میکنه. این همون سازوکار تکاملیه که زمانی افراد در لاتاری برنده میشن، بعد از مدتی دوباره به سطح قبلی شادیشون برمیگردن. در واقع مغز ما موفقیت رو، دستاوردهایی که باعث شادی میشن رو یک رخدادهای موقتی معنا میکنه، نه همیشگی، چرا که میخواد به سمت هدف بعدی قدم برداره.